جدا شدن سارا سرور دختر هنگامه از نامزدش. دلیل جدایی سارا سرور از نامزدش چیست؟ سارا سرور کجاست و مصروف چی کاری است؟ نامزد سارا سرور از کجا بود؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سارا سرور دختر خانم هنگامه و وی سرور یک تن از هنرمندان جوان موفق و ناماشنای کشور. سارا راه هنر آوازخوانی را از مادرش آموخت و جدیداً در میان هنرمندان جوان کشور شهرت هنری خوبی دارد. سارا سرور تولد شده کشور کانادا می باشد و این تحصیلات دوره ابتدایی دانشگاه را در کانادا به اتمام رسانید. سارا سرور در کانادا مدل موفق افغانی است و برای برندهای لباس امریکایی و کانادایی مدلینگ می کند. سارا سرور 2 سال قبل تصاویری را در صفحات اجتماعیش نشر کرد که با یک پسر ترکی نامزد شده است. نامزدی سارا سرور با این پسر خوب پیش می رفت، اما 2 هفته می شود سارا سرور تمامی تصاویر دوگانه خود را با این پسر از تمامی صفحات مجازیش پاک کرده است و دوستان و اقارب سارا سرور برایمان بیان کرده که سارا سرور از نامزدش جدا شده است، اما تاکنون سارا سرور درباره حقیقت این ماجرا چیزی نگفته است. این همه در حالی است که خانم هنگامه هم از احمد ولی شوهر اولش جدا شده بود و با وی سرور ازدواج کرده است که ثمره ازدواجش فقط امین سارا سرور می باشد. ولی ما هم آرزو داریم این خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد و رابطه سارا سرور با نامزد ترکیش مانند سابق پیش برود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان سارا سرور به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.